لطفاً راجع به این تمرین از هاوایی برام بگید که انجامش دادید که شامل یک گروه 4 تایی از مانتراها میشه. لطفاً یکم راجع بهش بگید برامون، چون احساس میکنم جالبه. خیلی شگفت انگیزه. ما خیلی زمان بیشتری نیاز داریم راجع بهش حرف بزنیم. من 2 کتاب راجع بهش نوشتم، محدودیت صفر و 10 سال بعد هم در وضعیت صفر رو نوشتم. این کتاب میلیون ها زندگی رو تغییر داد. این کتاب راجع به یه داستان واقعی یه تراپیسته که به درمان بخشی از بیمارستانی که برای مجرم هایی که به بیماری روانی دچار بودند با استفاده از این پروسه هاوایی به اسم هوپونوپونو کمک کرد. حالا شما احتیاجی نیست معنی هوپونوپونو رو کامل بدونید، ولی من به شما میگم چقدر ساده است. 4 اصل وجود داره و کاری که این تراپیست داشت انجام میداد این بود که توی یه بیمارستان بیماری روانی کار میکرد. این بیماران قل و زنجیر میشدن تا آروم بشن، به خاطر اینکه خیلی خطرناک بودن. اونا قاتل بودن، متجاوز بودن، وحشی بودن و این بیمارستان نمیتونست کار کنن و دکترهاشو نگه داره و در بدترین شرایط که به صورت تلفنی دنبال یک پزشک میگشتن، اونها این تراپیست رو پیدا کردن که گفت باشه من میام و تراپیست اونها میشم و شما نیاز وضعیت بیمارستانتون رو برآورده کنید، ولی من درمان سنتی انجام نمیدم، من هوپونوپونو انجام میدم. پس اون شروع کرد و از هوپونوپونو استفاده کرد، این 4 اصل، و وقتی داشت انجام میداد بیمارها بهتر شدن. دیگه احتیاجی نبود قل و زنجیر بشن، نیازی به آرام بخش نداشتن و بعد از چند ماه انگار که رها شدن، به معنای واقعی کلمه درمان شدن و کل اون بخش رو در 4 سال درمان کرد و بسته شد. من تحقیقات انجام دادم و با اون مصاحبه کردم، محدودیت صفر رو نوشتم که داستان این اتفاقات بود و سمینارهایی برگزار کردم با حضور این تراپیست. این 4 اصل خیلی ساده هستن. اون این 4 اصل رو در خودش تکرار میکنه تا با جهان، خدا، الوهیت، گایا یا هر اسمی که خودتون روی اون قدرت بزرگ میگذارید ارتباط بگیره. ما هر کدوممون اسم متفاوتی میذاریم. من خودم به اون راز بزرگ میگم و اون در خودش تکرار میکنه: دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، ممنونم. دوستت دارم، متاسفم، لطفاً مرا ببخش، ممنونم. همین. خب چه اتفاقی میفته؟ وقتی اون داشت به اطلاعات جدولی این مجرمان نگاه میکرد، به خودشون نگاه نمیکرد، به اطلاعاتشون نگاه میکرد. متوجه احساسات شرم، خشم، احساس گناه و هزاران مورد دیگه شد. میخواست اون احساسات اونها رو پاکسازی کنه. نمیخواست اونها رو درمان کنه. اون بیمار داره با اون احساسات درون خودش تحریک میشه. پس هر چیزی که درونش رهاسازی میشه رو احساسش میکنه و به هر شیوهی در دنیای بیرون با جهان، خدا یا راز بزرگ حرف میزنه. لطفاً منو ببخش، ممنونم، دوستت دارم، معذرت میخوام، که خلاصه شده یک دادخواست یا دعاست. اون میگه لطفاً من رو ببخش. نمیدونم کدوم بخش من یا اجداد من کمک کردن تا این فرد رو، این سیستم اعتقاد رو بسازند. اگه من درون اونها احساسش میکنم پس حتما در من هم وجود داره. من متاسفم اگر هر نقشی در این قضیه داشتم. حتی اگه به صورت فیزیکی درگیر نبوده، باز هم داره مسئولیتش رو میپذیره. متاسفم به خاطر هر بخشی از اون. ممنونم برای درمان این موضوع، پاکسازی و حذف اون. دوستت دارم برای این درمان، پاکسازی، برای زندگیم، برای این بازسازی. در نتیجه تکرار این 4 عبارت به طور متداوم این احساسات درون اون از بین میرن. پس اون داره اعتقادات و احساسات خودش رو پاکسازی میکنه و برمیگرده به اون جو معنوی و روحی خودش که قبلا هم گفتم. در نتیجه این خودش به آرامش میرسه. در نتیجه این که خودش به آرامش میرسید، بیماران هم به اون پاسخ میدادن و بهتر میشدن. حالا بیایید این موضوع رو بسط بدیم به هر کسی که این رو میبینه، به من و شما. من از هزاران هزار کسی که این 4 عبارت رو برای مشکلات مالی، رابطه‌ای، سلامتی، جسمی، کارمندی، کاری، جهانی و هر چیزی استفاده کردن شنیدم. اتفاقی که میفته اینه که خب چند مفهوم اساسی وجود داره. اولیش اینه که شما باید مسئولیت تمام و کمال برای هر چیزی که متوجهش میشید رو به عهده بگیرید. پس اگه مثلا در جمع سیاستمداران از کسی یا چیزی خوشتون نمیاد و سرزنششون میکنید، برای همه چیز نمیتونید از هوپونوپونو استفاده کنید. در هوپونوپونو باید به درون خودتون نگاه کنید و بگید بخشی از من باعث این موضوع شده و اگه دوستش ندارم متاسفم، دوستت دارم، لطفاً منو ببخش، ممنونم، لطفاً بهبودش ببخش، لطفاً پاکش کن، از بین ببرش. این رو انجام میدید برای هر جنبه‌ای از زندگیتون. دچار مشکلات رابطه شدید، کسی در محل کار، کارمند، کارفرما، مشکلات سلامتی و هر چیزی که میفهمید دارید درکش میکنید.
تراپیست میگفت تا حالا متوجه این موضوع شدید که وقتی متوجه میشید یه مشکلی هست شما اونجایید؟ یعنی شما عضو مشترک اون مشکل هستید. شما دارید در اون مشکل به صورت ناخودآگاه درگیر میشید و فعالیت میکنید. پس شما دارید مسئولیت این که چطور در این مشکل مسئولیت دارید رو میپذیرید، به هر قیمتی، هرچند عجیب. پس مثلا دارید مسئولیت میپذیرید که اوکی من میبینم که با خواهرم کنار نمیام، ولی نه با خواهرم، با احساساتم نسبت به خواهرم. مشکل از درون منه، خواهر من فقط محرکه، مشکل از درونه. در نهایت همه چیز برمیگرده به چیزی که گفتیم، همه چیز در درونه و از باورها نشأت میگیره. یه راه برای تغییر این باور و ادراک استفاده از هوپونوپونو هستش. با گفتن دوستت دارم، متاسفم، لطفاً من رو ببخش، ممنونم، به الوهیت، تا جایی که حل بشه. اوکی، پس من میبینم رئیس جمهور ترامپ جوری رفتار میکنه که من اذیت میکنه. البته مطمئنم این برای مردم اتفاق افتاده و ممکنه در بعضی شرایط دوست داشته باشن البته، ولی باز هم مردم همیشه میگن وقتی چیزی رو در هر فرد دیگه میبینی یه بازتاب از چیزی درون خودت که دوستش نداری. هیچ کس نمیخواد بشنوه. درسته، بله. خب من میبینمش که ترامپ مثلا خانواده مهاجرا رو هم جدا میکنه. خب اول از همه اون 4 روش رو استفاده میکنه. یکی از اونها نشون میده که من بخشی از اون واقعه هستم، یه جوری چیزی داخل من هستش که ممکنه با این رفتار اون شخص مرتبط باشه یا حتی اقدام نکردن من برای حل این موضوع. هر چیزی که هست من باید مسئولیتش رو بپذیرم. پس آیا این یکی از اون 4 عبارت هستش؟ این پذیرش مسئولیت در تمام مراحل اون 4 عبارت وجود داره. پس من میگم دوست دارم به جهان، به ترامپ، به اون شرایط. من اون رو به قدرت برتر میگم. همه این دوستت دارم، متاسفم، لطفاً من رو ببخش، ممنونم رو به قدرت برتر میگم. من با شخص خاصی حرف نمیزنم، اون عبارت رو بلند تکرار نمیکنم. مثلا اگه با شما مشکلی دارم عبارت رو مستقیم به شما نمیگم. وسط مشکل بهت بگم هی دوستت دارم، متاسفم، لطفاً منو ببخش، ممنونم، تو هیچ ایده ای از کاری که من انجام میدم نداری. کاری که من میکنم درونیه. به خاطر اینکه من مثلا مشکلی دارم با فردی، با ترامپ یا هر شخص دیگه‌ای، اگه با کسی مشکلی داشته باشم، مشکل از درون منه. ادراک و باورهای منه که باعث میشه من درد بکشم و اذیت بشم. من باورهای خودم رو پاکسازی میکنم و در نتیجه دنیای خارج من هم اوضاعش بهتر میشه.